دوستای عزیز سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. بیاییم نرخ تومان را در مقابل اسعار خارجی بررسی کنیم، ببینیم که در چه وضعیت قرار گرفته. با اینکه دیروز سومین دور مذاکرات ایران و آمریکا هم برگزار شد و هر دو اعلام کردند که مذاکرات به صورت سازنده برگزار شده و در حینی که مذاکرات برگزار شد متاسفانه در ایران یک اتفاق بسیار بدی افتاد و او انفجاری بود که در اسکله شهید رجایی بندر عباس اتفاق افتاد و ما الان میایم بررسی میکنیم که آیا مذاکرات تانسته این تاثیر منفی را بر پول ایران بگذاره یا نه. این انفجاری که در بندر عباس اتفاق افتاد، شما نگاه کنید که دلار خلاصه چه افزایش ارزش پیدا کرده، یورو در برابر ریال همین رقم، درهم امارات به این شکل، پوند انگلیس هم به این شکل، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا و دلار استرالیا، دلار نیوزلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، پوند سوریه، افغانی که در واقع الان شده 11920 و خلاصه چیزی در حدود 0.68% افزایش قیمت پیدا کرده. افغانی در برابر ریال، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، دلار هنگ کنگ، ریال قطر، ریال عمان، یعنی تمام این پولها و ارزهایی که در برابر ریال ایران قرار داره بجز روپیه اندونزی که هیچ تأثیری نداشته، سوم ازبکستان و دیگه پوند لبنان و خدمت شما شود که حالا این خلاصه چیه، واتو و دونگ ویتنام، یک کشورهایی که تقریبا گمنام هست، گرانی پاراگوئه و امثال اینا، ولی اکثر کشورها شما نگاه کنید که علامتش به معنای افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال ایران هست. حالا من نمیدانم، تحلیل دارم ولی خب گفتنش برای ما سخته، این رو میگذارم به دوش شما عزیزان که آیا این واقعا انفجاری که در بندر شهید رجایی بندر عباس اتفاق افتاد این باعث شده که با اینکه دو طرف اعلان کردن که مذاکرات سازنده بوده یا نه، اون تیکه مصاحبه‌ای که در آخر مصاحبه وزیر خارجه ایران جناب آقای عراقچی اتفاق افتاد که گفت که در عین حال که ما اختلافات جزئی داریم ولی اختلافات در مسائل عمده هم وجود داره. آیا اون مسئله باعث شد که این کاهش ارزش در ریال ببینیم یا ای که واقعا این مسئله‌ای که در بندر عباس اتفاق افتاد؟ خب دوستان نظراتشان را شریک بسازن، استقبال میکنیم از نظرات شما، واقعا سازنده است و هر کس میتونه نظریات خود را در اینجا بیان کنه. موفق و مؤید باشید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. تشکر.